خدشه اعتراضه پارتوفتای توکی چی است ملیسا نقبش برای حجت. السلام علیکم دوستان عزیز، نگاه کنید برادران عزیز، دسترویکا کار میکنید، داشخونه کار میکنید، در مهم نیست در کدام تریتوری که میرسه کار میکنید. من فقط کلاسی را در نظر دارم همین سنجشی دکومید اومده فیمیلش میا فیسبش میا ملیسا میا آدم خر نیستن، همو حجت هم میسنجه میروه. یکمش که حجت کنی، دیمش که برای حجت چیده خطون اعتراضه دیم پنجم اوشیونه و ایتسترویکا نپرتوی نمیکشن تو رازق الله ایجا که دیپارتاسیا کنه و حیاتو کردن با خودم باید سنگره شما رست تونمیتیا یا کی چکو میکنه همون رزق که گیری جون تا میگیره و همون خطیر دنیا که شده است. برادر از احتیاط باشه، بچه توجیه خیچه پرتوفته مرده یا که خوش کسته یا سرش کفیده برای که گفته نقپنم اخ میقپن نمیکشن تو ندرزی خویش احتیاط باشه و به حجت نگرده. اما الله همه ما را چکو کنه هدایت کنه و مشکلات آسان کنه. صاف سلام در پیش اهل بیت مبارک گردید. برادر احتیاط باشه، چون این کارو نکنید بچه‌ها. بعد آدمایی که رجیستراسیون میکنه، آدمایی که ترودای دگار میکنه، مردم فن نکنه، فرشیوی نکنه و یا با امید میگراسیون کا ساز میکنن و یا با امید در شما را باور میکنن چیکار میکنن رجیستراسیون ساز میکنن، شما را باور میکنن ترودای دگار میکنن، شما برای 5 سوم دوستون بچه‌ها را فند فریب میکنی چو فرشیوی دکومنت چو میکنی. من بسیاریت دارم اما روی اکرام رو آوردن یک کس این از مسلمانی نیست. الله میگه ساتر که تو ساتر کنین روز قیامت. اگه شرط هر برینش ماشینیش حرام خورش دست نکنی. بچه باور کرد رجیستراسیون هم رجیستراسیون ارگینال کردن نمیتونه حیاتی بچه رو جزیر نکنی. ایاری اون چی میگن چیزی فرشی بشیم ما دکومنتاشو جزیر نشون، زندگیشو جزیر نشون، پاتینشو از سری شما نمونه. الله هدایت میکنه.